فلورنس اسکاویشی: مردمان گمان می‌کنند که با فرار از شرایط ناخوشایند می‌توانند از آن شرایط رهایی یابند، بی‌خبر از اینکه به هر کجا بروند با همان شرایط روبرو خواهند شد. تنها کسی که باید دگرگون شود خودتان هستید. خودتان که دگرگون شوید، همه اوضاع و شرایط پیرامونتان دگرگون می‌شود. اگر خطای کسی را نمی‌توان جبران کرد، دست کم می‌توان اثر آن را با مهربانی در حق کسی دیگر از بین برد. چه خوب است انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه وجود باور کند که آفتاب بیکمان خواهد دمید. به راستی که نفرت بیشتر از شرابخوری خانه‌ها را ویران کرده است و بیش از جنگ‌ها جان آدمیان را برباد داده است. خشم، نفرت، بدخواهی، حسود و کینه شادمانی انسان را می‌گیرد و موجب بیماری و شکست و فقر می‌شود. ذهن دارای 3 بخش است: ضمیر خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه و هوش برتر. بخش خودآگاه بخشی اصلی از ذهن بوده و مفاهیم و احساسات در آن معنا پیدا می‌کند. بخش ناخودآگاه از هر چیزی تصویری درون خود می‌سازد تا آنچه که در روح و جسم ما وجود دارد را معنا کند. روح محل ضمیر ناخودآگاه است. خوبی‌ها و بدی‌ها در ضمیر ناخودآگاه معنا پیدا می‌کند. هوش برتر: هر کس در کاهش و افزایش آن کنترلی ندارد و ذاتی است. انسان‌ها تنها می‌توانند آن باشند که خود را چنان ببینند و تنها می‌توانند به جایی برسند که خود را در آنجا ببینند. همه امور مهم به دست کسانی انجام پذیرفته است که از آرزوهای بزرگ خود دست نکشیده‌اند. تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می‌برد، اندیشه‌های منفی خود اوست. زندگی بازگشت اندیشه‌ها، گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود به ما باز می‌گردد. اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند کرد. برای رسیدن به کامیابی این است که از آنچه که هستید خوشحال باشید. قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه برمی‌دارد.